سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیک، شما هموطنان در داخل کشور و هم میهنانمون در خارج کشور. امروز در رادیو پیک سوار بر موشک‌های سپاه میشیم، میریم تا دیر و زور، از اونجا به زور میریم بهشت، یه تور مسافرتی هم اونجا داریم، بعد بلافاصله دیپورتمون میکنن، میریم یه دوری تو فجازی میزنیم، یه خبرایی از مقام عظما و شیخ فری و کاشانی میگیریم و دوباره برمیگردیم به همین رادیو پیک در خدمت شما. همه راه‌ها امشب به رادیو پیک ختم میشه. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا همونطور که در جریان هستیم، پریروز یوهو از ترقه بازی و آتیش به اختیار بازی رفتیم تو مرحله موشک بازی. من دوباره تو این مسائل خانوادگی نمیخوام دخالت کنم ها، بالاخره بعضی وقتا پدر و پسر، جائش و داعش رو عرض میکنم، یه دعواهایی بینشون میشه، ولی خب از اونجایی که پول این ترقه بازی از جیب من و شما خرج میشه، یکم دخالت کنیم بد نیست. یکی از آمریکا میگفت شما که گفتین موشک ندارین، پس این موشک نقطه زن چی بود؟ دمپای ابری بود؟ دست مایتابه بود؟ کفگیر بود؟ ای گفت نقطه زن، یاد دمپایی و کفگیر پرت کردنهای مادرم افتادم. نقطه میزدا. بگذاریم. اون یکی از انگلیس میگفت موشک صلح‌آمیزتون این بود، ثبات منطقه‌ایتون این بود، کرامت انسانیتون این بود. آقا گفت ثبات منطقه‌ای، یاد ثبات شخصیت آقا اولاغا افتادم. به سگ‌ها که محبت میکنی با وفا میشن، به بعضیا که محبت میکنی هار میشن، اما به آقا اولاغی که محبت میکنی اصلا براش فرق نداره، بس که ثبات شخصیت داره این بزرگ. آقا صحبت موشک بود، کجا رفتیم ما خودمونم نفهمیدیم. آقا جالب ترین عکس العمل رو من در توییتی از وحید یامینپور مجری تیوی ریش دیدم. توییت زده که فاصله پشه‌های داعشی با مگس‌های اسرائیلی زیاد نیست، به اندازه‌ای که مقام عظما بگه چند درجه بالاتر. پشه، مگس، درجه، سوسک. آیا از پشه‌های تروریست خانه‌تان رنج میبرید؟ آیا مگس‌های فرامنطقه‌ای خانه‌تان روی مختان است؟ دیگر نگران نباشید، ما یک محصول جدید را به شما پیشنهاد می‌دهیم. پشه‌کش سپاه، ایمن، انتحاری، تروریستی، کوتاه برد و میان برد، زمین به زمین و هوا به هوا. با پشه‌کش سپاه تو دهنی محکمی به تروریست‌های رقیب بزنید. پشه‌کش سپاه. با خرید 2 عدد پشه‌کش سپاه 1 پیف پاف ولی فقیه نیز هدیه بگیرید. پشه‌کش سپاه. شماره تماس 6 266 666. وای که دیوانه شدی سیدلی، بی سر و سامانه شدی سیدلی، وای که بیچاره شدی سیدلی، شق و سفاره شدی سیدلی. تو خبرها اومده که داعش برای اعضای وفادارش کارت ورود به بهشت صادر کرده. میگن بعد از این حرکت مقام عظما مسئولین رو تو بیت خودش جمع کرده و گفته خاک تو سرتون، چرا اول به فکر شما نرسید؟ مسئولین هم گفتن حالا خودشو ناراحت نکن، ما از اون بهترشو انجام میدیم. آقا خانم تو صف وایسا، شلوغ نکن آقا جون، شلوغ نکن، کارتای همتون رو میدیم. خب کارت حوض عسل و بقیه مخلفات مال کیه؟ آقای مال شماست. بیا جلو آقا جون، بیا جلو. 523500 تومان. آره بشمارم. درسته. بیا کارتتو بگی، برو. کارت همنشینی با امام راحل، کارت همنشینی با امام مال کیه؟ مال شماست. بیا جلو 750,000 تومان میشه. برو به سلامت، خوشا و سعادتت. امامو دیدی سلام برسون، لپشم بکش. آره قربونت. آره. خب حالا کارت عکس سلفی با عباس جدیدی مال کیه؟ عکس سلفی با جدیدی مال کیه؟ نیومده صاحبش، کجاست این؟ عجب. خب کارت پرش از سوالات شب اول قبر مال شما. بیا جلو خواهرم، بیا جلو، بفرما. 1,450,000 تومان. برو با امید خدا، برو آقا جون. حالا کارت یارانه اخروی مال کیه؟ یارانه اخروی مال شماست. بیا جلو آقا جون، بیا باریکلا. کیه اهل جهنم که خونش تو بهشته، کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته، که درمون به امروز واسش فرقی نداره، که فردا سر راهش زمونه چی میذاره. یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهم و خطیر آخوندا هدایت و بردن شما به سمت بهشته.
ما هم مثل شما دقیقاً نمیدونیم کی این مسئولیت رو به آخوندا داده، ولی خب الان تو مملکت ما اینطوریه که به زور باید بری بهشت، به زور. نه جور داشت اصلا راه نداره، نه اصلا راه نداره، فقط باس بری بهشت. یعنی پشت سر هر ایرانی همیشه یه آخوندی هست که به زور داره هولش میده بره بهشت. فلذا منطق میگه که این آخوندا اول خودشون باید برن بهشت. اینطوری که بوش میاد صف اول جلوی در بهشت خود اینان. آره، فقط من نمیفهمم اینا چرا خودشون عجله‌ای واسه بهشت رفتن ندارن. لامصبا میانگین سنیشون رو نگاه کن، روی 90-95. اصلا من چند سالی هم هست که روی دیوار هیچ کوچه‌ای اعلامیه فوت آخوندا رو ندیدم. اون از مهدوی کنی که 1-2 ماه به زور دستگاه‌ها و هزینه‌های میلیونی نگهش داشتن، اون از مقام عظما که هفته‌ای 2 بار چکاپ پزشکی، اونم توسط کادر متخصص، اونم از آخوند جنتی که کلاً قید مردن رو زده. منم شیخ احمد جنتی موشه ولایت، همون که اسرائیل داره از دست شکایت. به دنیا اومدم ناگهان در روز بیگ بنگ، گذاشتم اسم تو جنتی آخوند الدم، همیشه بودم رازدار دایناسورها. حالا دیروز داشتم یه عکسی رو میدیدم که آخوند وحید خراسانی رفته تو خیابون و وسط صف هیئت عزاداری. حالا چجوری؟ توی پژو 206 نشسته، صندلی شاگرد. 2 تا محافظ صندلی عقب نشستن. 15 تا محافظ دور ماشین حلقه زدن. از ترس جونش 600 جور لایه امنیتی دورش چپونده که یه وقت نفرستنش هوایی یهویی بره بهشت. خب واسه چی؟ نه واقعا واسه چی؟ خدا وکیلی واسه چی؟ مگه اینجا چی داره که بهش نداره؟ چطور بقیه رو راحت میفرستین؟ خودتون خب برو دیگه، پاشو برو بهش دیگه، برو دیگه، برو آقا جون، برو دیگه. برو دیگه دوست ندارم، اسم تو نمیخوام بیارم، برو دیگه نمیخوام به یاده چشمامو روی هم بذارم. تحلیلگر تو این فجازی هستن که راجع به همه چی صاحب نظرن، از تحلیل اوضاع جاری خاورمیانه تا تحلیل قیمت گوشت و مرغ، از تحلیل روابط گینه بیسائو با ونزوئلا تا روند کاهش تورم نمیدونم تو جنوب اسپانیا، از تحلیل مواد به کار رفته تو پوشک بچه تا تفسیر فتوای علمای حوزه علمیه. خدا زیادشون کنه، واقعا هم خسته نباشن. اصلا ما نمیدونیم اگه شما تحلیلگرای آچار فرانسه رو نداشتیم از کجا می‌خواستیم اوضاع جهان رو درک کنیم. حالا مشکل ما با اون دسته از به اصطلاح تحلیلگراییه که دو شغلن، هم تحلیل میکنن هم ماله میکشن. دسته گل آخرشون هم همین ماله کشی دعواهای ولی فقیه و شیخ حسنه. همونطور که تو جریان هستین در دوران پسا انتخابات مقام عظما هفته 2-3 بار از خجالت شیخ فری در میاد. یعنی هر دفعه که شیخ حسن میره بیت عظما با عمامه سفید میره، با عمامه قهوه‌ای برمیگرده. شیخ حسن هم میزنه کوچه فرعی و بیخیالی طی میکنه و اصلا انگار که هیچی به هیچی. اما این مالکشا میخوان یه جوری جلوه بدن که انگار روحانی پدر پسر شجاعست. مثلا شیخ حسن میگه صادرات نفت رو افزایش میدیم، اینا میگن دیدی منظورش این بود که میخواد نفت بریزه رو خامنه‌ای آتیشش بزنه. یا مثلا شیخ حسن میگه خدمات بهتری برای معلولین ارائه میدیم، اینا میگن دیدین رئیس جمهور اشاره زیرکانه‌ای به دست فلج مقام عظما کرد. شیخ حسن میگه مبارزه جدی با مواد مخدر میکنیم، اینا میگن ببین دیدی گفتیم، اونه منظور اعتیاد خانمانسوز رهبری و برادران پامنقلی سپاه بود. این تحلیلگران فضای مجازی ماستمالی رو به حد غایتش رسوندن و مرزهای خوشبینی و خوشخیالی و خوشحالی و خوش دموکراسی و خوش خودبینی و همچین خوشخوشی رو همچین جابجا کردن. همین روزاست که خود شیخ حسن بیاد بگه بابا ولم کنین، والا بلا من این کاره نیستم، از اولش هم نبودم، دست از سر ما بردارین آخه. دست از سرم تو بردار، سر به سرم دیگه نزار، بیا بمون وگرنه برو خدا نگهدار. دست از سرم تو بردار، سر به سرم دیگه نزار، بیا بمون وگرنه برو خدا نگهدار. داداش کجا میری؟ بولوار اون آیت اللهه. کدوم آیت الله؟ قربونش برم نصف خیابونای این مملکت به اسم این آخونداست دیگه. بولوار همون آیت اللهه که میخوره به بولوار تعاون و شهر زیبا. کدوم میگم؟ بولوار آیت الله کاشانی رو میگی؟ نگید اسمشو. واسه خاطر چی نگیم؟ مگه شما اسناد جدید آمریکا رو نخوندی؟ بله، تشت رسوایی این آخوند جماعت پر نمیشه که هیچ، هر از چنگای چند تا سوراخ هم بهش اضافه میشه.
وزارت خارجه آمریکا اسناد محرمانه سالهای 1950 تا 53 رو از ردبندی خارج و منتشر کرده. تازه معلوم شده که توی کودتای 28 مرداد دست آخوند کاشانی تو کاسه آمریکایی‌ها بوده و 60-70 ساله که علما تاریخ جعل شده رو به خورد ما دادن. یعنی حیف اون همه درختی که قطع شد و اون همه جوهری که مصرف شد تا این کتابای در پیتی آخوندا تو کله ما فرو بشه که کاشانی خوب بود و مصدق بد. حالا از این به بعدم باز منتظر باشینیم ببینیم دیگه چی از این اسناد آمریکایی در میاد. بلکه بالاخره فهمیدیم این خمینی چطوری اومد روی کار، این خامنه‌ای چطوری مملکت رو دو قبضه کرد، این سپاه پولاشو زیر کدوم تشک قایم میکنه، این دمپایی‌های دستشویی رو کی خیس میکنه، اون آقا پلیسی که شبا بیدار بود دقیقاً چی کار میکنه، اولین نفری که تو حلیم نمک ریخت کی بود. میفهمیم آقا، بالاخره یه روزی میفهمیم، به زودی میفهمیم. یه روز خوب میاد. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم. مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار من خش میذارم. آخ 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 آخ. آقا شماها یادتون نمیاد یه چند سال پیش یکی بود یه حاله نور داشت، این هوا میخواست جهان رو مدیریت کنه. میریم ان شاءالله در 35,000 کیلومتر قرار میگیریم، چند تا ماهواره از بالا مدیریت میکنه. بعدم افتاده بود میخواست قطعنامه‌های بین المللی رو هم پاره پاره کنه. من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. اصلا شاخی بود واسه خودش. الان چی کار است؟ معاون رئیس جمهور؟ نه بابا، تو شوهای 10 کیلومتری کاخ ریاست جمهوری هم بره 30 ثانیه هدشاتش میکنن، چه برسه به معاون شدنش. نه وزیر شده؟ نه جوری رد صلاحیتش کردن که وزارت فاضلاب هم بهش نمیرسه. نه مدیر عامل شرکت؟ نه قربونت برم، نه اینطور نشده که. بذار اون دکلی که گم کرده بود پیدا بکنه، بعد حالا بنگاه دزدی جدید میزنه، بعدم میبینیم. مرده‌شور شده؟ نه آقا، کی حاضر آخه جنازه‌شو بده احمدی نژاد بشوره؟ بعد چیکاره شده؟ باشه الان میگم ببین به چه خفتی افتاده. بچه‌های شهر، کودکان و جوانان کاسه های شیر رو برداشتن آوردن، همه گریانن، همه نگرانن. بله این صدایی که شنیدید همون صداییه که چند سال پیش زیاد و همه جا میشنیدین. فقط فرقش اینه که اون موقع سخنرانی انقلابی جهادی میکرد، الان روزخون ناقابلی شده. بله دیگه، وقتی دوباره بخوای از صفر شروع کنی اینجوری میشه و همچین کارایی هم باید بکنی، از مدیریت جهانی تا روزخونی. این بهترین عنوان واسه کتابیه که بخوان توش زندگی نامه مموتی رو بنویسن. البته گزینه‌های دیگه هم مطرحه ها، از حوزه تا روزه، از انتر تا منبر، از دکل تا فتل، از مشایی تا مداحی، از کرخه تا راین. مای گاد، علم پزشکی چقدر پیشرفت کرده ما خبر نداشتیم. وقتگرین یه سری به حوزه‌های علمیه سراسر کشور بزنید تا ببینید که علم پزشکی تا چقدر جلو رفته. کی فکرشو میکرد؟ نه واقعا کی فکرشو میکرد که یه روزی شلاق درمانی به متد پزشکی روز دنیا تبدیل بشه؟ اول بشنوین توصیه‌های پزشکی یک آخوند رو تو برنامه زنده تیوی ریش. یعنی این آدمی که اینجا خوابیده داره حد میخوره، اسلام اول خود اینو میخواد نجات بده، حال خود اینو خوب کنه. یعنی اونی که داره تازیانه میخوره باید بدانه این حکم اول برای خود این آدم داروست و دواست. اونی هم که داره میزنه باید بدونه عین مادری است که داره به بچهش دارو تلخ میده تا بچهش نجات پیدا کنه. اینم که داره میزنه با کیف بزنه که این آدم داره نجات پیدا، دارم یک مریض رو درمان میکنم، در واقع شفای درد اونه. او مای گاد، فقط اونجاست که اونی که داره میزنه هم باید کیف کنه. یعنی اونی که داره میخوره عشق دنیاست، اون که میزنه هم باید کیف کنه. الان میگن همینجوری گر رو گر مریضه که داره میاد ایران واسه شلاق درمانی.
البته همچین درمان پیچیده‌ای هم نیست ها، فقط باید یه رساله پزشکی داشته باشی، بدونی هر مریضی رو چند تا شلاق باید بزنی. مثلا سرماخوردگی خفیف فکر کنم با 2 تا حل و فصل بشه. آنفولانزا هر روز 4 ضربه بعد نهار، 4 تا ضربه هم بعد شام ادامه میدی تا ویروس دردش بگیره و از بدنت خارج بشه. واسه وبا و طاعون و سرطان هم انقدر میزنن این مریض بدبختو که دار فانی رو ودا کنه. البته محل زدنم مهمه ها. مامورای تعزیر و شکنجه، ببخشید، پزشکای محترم دقت کنند که هر کی رو کجاش بزنن. با نگاه این روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، دل بازی گوش من تو خجالت نمیکشی مرتی که با آرمان ها سر کوچه با روی شیشه نوشابه واقعا توی حمامت در مقابل مقام عظمای ولایت مرتی که جان دوستان ببخشید الان چی بود شما پخش کردین؟ اصلا این کی بود؟ چی؟ یه فرد انقلابی ولایت مدار بود؟ بعد خب این که همش بوق بود که من اصلا نفهمیدم چی داشت میگفت دقیقاً. جان داشت چیکار میکرد؟ فهمیدم، همون که روحانی گفته دیگه. چرا فحش رو افتخار میدونیم؟ چرا ناسزاگویی را انقلابیگری میدانیم؟ بله، فحش دادن سوسول بازیه. تو فرهنگ آخوندا انقلابیگری باز خیلی خفن‌تر از این حرفا باشه. یه انقلابی باید مثل شیخ حسن بگه بیارید نفر رو تو نماز جمعه اعدام کنید. انقلابیگری رو برین از اون امام جمعه اصفهان یاد بگیرین که دستور اسیدپاشی رو داد. انقلابی خفن میخوای؟ همین آبراهام دراکولا هزار تا اعدام کرد. انقلابی خلص همین سید مرتضوی که دست و پا و چشمای جوونا رو میبست از بالا پشتمون پرتشون میکرد پایین. این سوسول بازی ها چی آخه؟ یه اختلاسی، یه حبسی، سعید توسی، کهریزکی، شلاقی، کوفتی، زهرماری آخه. با فحش که نمیشه انقلاب رو حفظ کرد. به جون امام راست میگم ها. به جون خودم، به جون شما، دل میمیره بدون شما. به جون خودم، به جون شما، پس به جونم، به جون شما. هوای دل تازه میشه تو باغ چشمون شما. مرغ دلم پر میکشه گوشه ایوون شما. خب دوستان، یه رادیو پیک میان هفته‌ای دیگر رو هم تموم کردیم. سفر خوبی بود. برای همتون بهشت آرزو میکنم با دلی شاد و لبی خندون. سلام ما رو به همه دوستان برسونید. منظورم اینه که ما رو بهشون معرفی کنید و از طرف ما بهشون بگید که دوست من دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشه. دوست تو دوست داره با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشه. خب شما فوروارد کنید، حتما دوست داره دیگه. آقا شب و روزگار خوش تا رادیو پیک چند بودیم؟ این 6 بود، 7. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jazz